بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا مو غواړم. دغه خورکۍ تاسې به وړاندې هم لیدلې وي، موږ یو ځل دلته راغلي وو. د دوی مشکلات او د دوی ستونزې د دې باعث شو چې موږ بیا هم دلته راشو. ځکه په لنډه کې که زه ووایم د دې خورکۍ عمر کم دی، دا په دې حالت کې کونډه ده او ډېر یتیمان ورته رغاړي دي. بیا په ضمن کې دوی دلته په دې پردي کور کې ژوند کوي. باقی مشکلات با خورکی خپل تا تو خوراک اگر در دری میتونی بگویی، اگر در پشتو با ما مشکل است؟ دری غلط میشیم در فارسی خواهد گفتم. صحیح است. بفرمایید خوراک مشکلات شما. مشکلات ما بیادر که اینی بچی مسینه قدر خورد است. خانه را مردشان ندارم که بر ما کار کمایی کنه. دخترکه ما مریضه ریزه خورد است، فعلا نالوها نیست، این رفتین برشون خوری که می بود نال خود تنسای میکرد. مشکلات من بسیار زیاد است، کسی نیست که بر ما کار کنه، نه پدر دارم نه بیادر جوانی تو دارم که بر ما بیاره که نفقه کی بگی اولاد تو تینی بچه چی خاکه تینی از این استحال خبر نداره که بابی ما کجاست، یا نه تو خبر نداره تو میازی پرسا که بابی کجاست نمیفهمه. این تو تشنا ما خراب است، خانه ما خراب است، باران که شو میچکه خواهی میره بانش خوراک تو فرش مشکل نداریم که من شوار کنیم بشینیم فرش ما رو خودی تکت تکس اونا بچی شده سگ مشکلات ما نمیست که تیمین کمک میکنه خیر مادر ما این کمک کتی میکنه خدا او دنیا تام خوب کنه آخر تام خوب کنه. بسیار مشکلات ما بسیار زیاد. خوراک چند سال میشه که تو شوهرتون فوت کرده؟ 2 سال میشه. 2 سال میشه. و چند اولاد دارین شما؟ 4 تا اولاد دارم. 3 دختر است، 1 بچه است. این بعد مرگ بابی خود پیدا شده، پدر خود ندیده است. دختر ما ریزک از کالمی بود، خود البته شما تان سه میگدی که چقدر دختر ما چاهد دختری تو که سالانه که کارش ندارم که بر ما کار کنه، برام بیارم سه سو خودم در خانه مردم که علا شوی میکنم برای اولاد خود میارم چی کنم بیادر. نگه مشکلات بسیار زیاد است. اولاد مریض شو پشی کی پشو دگه بدو که بر مگن دوا بخوریم روز بعد وقت عملش کس هم بدر کسی نمیخوره، نه کاکا د قسیم میشو نه ماما د قسیم است. جان و جان سودا زین خانه دیدی من خود انسای کنه. خوار یعنی خودت میری در خانه مردم کالاشی میکنی؟ بیادر کار میکنم به خدا که خود من تکلیف اعصابم دارم، خود من تکلیف اعصاب ندارم که اعصاب ما طول بخورم، نه به خود استم نه به چی استم. مثلا کسی نه باشه شاید دیگه خود بی سر میشم. ما خواهش میکنم که ما این مادر ما این کمک کتی میکنه. خوراک تو که وقت میری خانه مردم کار میکنی چند روپا میتید؟ 500 میتد اگه مرا. یعنی او هر روز نیست، یعنی هر کس در خانه کالاشویی نداره، نه مجبور که هفته یک بار دو بار. او پولا یا او پیسه کفایت میکنه به خاطر یتیمایی؟ نه به خدا که کنه کفایت نمیکنه، از خاطر که نیم شهر میخرم مال خود انا خوبی فهمی کار چه قیمت شده است. همین روغن هر چیز همین قیمت شده است. نیم شهر میخرم نیم شهر نمیخرم. اولادای من بیچاره کس که ما بجیران نانم میخورن کدام شو گوشنم خو میکنن و دختر ما تکلیف هم دارم میگم مادر ما دوا بخرس کدام سر ما بگیرم بیادر. این بارانا که میشه خوراک باز این خانه خو ما چقدر فکر میکنم توانی را نداره که زیاد باران شو و به چیز باشه. نه اول خود خیمه بودیم خوینی صاحب خانم علی رفته است کابل یا به خاطر زمین گرمی مارد عاده است که تا گرمی جنب باشه باران که شو میچکه اون زینه را میمانم خود ما بالم میشم بتنا جان اون گل میکنم مش بس مفرایم دیگه چی کنم بیادر برکی بگیم خودم با خودم که تو مشکلات پیسه نیست که برای اولاده خود دوا بخورم بر خود یک روز دوا بخورم تکلیف اعصابم زیاد. خوراک چندین سال است که خودت تو گریان چند سال میشه از گریانات؟ چی ما کول زنده بود 4 سال که تو بیچاره که تو کڑی دم 4 سال که تو در خانه مردم خیرات سرطان بود، سرطان مرد برش دوا مردم پیسه سوال میکردم خیره میفتم یک صدر پاپتی که بعدی شوی خود گولی بخرم کس مرا یک دایی نمیداد او هم که بودی نمیدو کار میکردم میآوردم برش دوا میخریدم کسی که تیما کمک میکردی ما زکاتا که میآورد مردم مرا میداد فهمید که این زن غریب است که آد سرطان بیچاره مرتال کو هم مرتال مشکلات می خلاص نمیشه. نه کسی است که کسی دست مرا بگیره که تیما کمک کنه، نه کسی است که مرا چی بتا اولاده مرا بگه که خیر پدرتان مولس خیر صبر کن یا خوش تو که چی میفهم میگه نه باشه نه باشه یا میگن یعنی به این معنا اگر او وقت پیسه می بود شاید شوهرتون فعلا زنده میشد. دست بی پروایی و دست بی پیسگی مرده. اگر شاید پیسه می بود و علاجش میشد نمیمرد. از خاطر که جواری داشت که شما جواریش سفت خودت میگیره. خوراک ما که چقدر میبینم سال شما فکر کنم کم باشه. سال ما بیادر خورد است که خودی کنم همه دنیا زیاد است. بیخی دیگه چرت میزنم تمام رو شیشتیم که خدای آخر عمر من چی خواهش دقیق بچه که من چی خواهم کردم. معلوم داره یعنی دری سن کمتر که وقت بر تو یتیما میمانه سخت‌تر از خوراک کنود که معلوم میشه و چی است اگه به ما نشان بده میبخشی.
یعنی شما در این خانه از این تشناب استفاده میکنید؟ یعنی خب یعنی شما در این خانه از این تشناب استفاده میکنید؟ تشناب بس فقط پیسه نیست که بردینم یک دام دروازه بشانم، یک پیسه نیست که بردینم چوب بخریم تا سر شپورت کنیم، یک پیسه نداریم که بردینم یک دام دروازه بشانیم. تو سه کی حالات پیسه که تو زندگی استیر میشه چی کنیم بیادر یک پاس دنیا سی خاک کردیم. اگر شیم مردم غم اگر عالم غم برای چی تو برای لاده خود سه کنم مام میکنم اگر بر خود سه کنم تنها جان است کل غم بس کل غم سرمس. اگر لاده خود خانه باندم برکار برم خانه تنها سولاده تنها زندگی کردن نمیتونه چی کنم دیگه کاس پریشان کی کنم بیچاره تمام رو میگه دی بابی ما کجاست که تو بر ما کار میکنی میگم بابی تا خورده که بابی تا کجیه. یعنی هنوزم خوره گریان نکو به خاطر که ما میفهمیم مشکلات خدا ون مهربان است. یعنی اولادایتان بعد از چندین سال فعلا هم پدر خدا میخواه؟ دختر کلان میفهمه دختر دگی میفهمه دادن دختره بچی ما دختر من میفهمه واقعا شب دختر ریزی می بابیم کابل رفته بر ماکیک میاره او بچی ما بیم بابیت کجاست میگه اون لبک الله است این خالی مقه میگه دیگه چیز نمیگه. خوره که اندازه کمک ما آوردیم عمر بر تسلیم میکنه. خدام من همیشه هست که دغه خوراکی ته میاش په میاش رسیدگی و کوزه که تقریبا یو میاش وړاندې هم من راغلی و په دې کې مختلف خوراکي شیان دي چې مکروني ده د کالو وینځلو پوډر دی وړي دی وریجې دی بوره ده چای دی شیریني ده نخود دی مالګه ده د چای لپاره نخود دی می دی چاکلیټ دی لوبیا دی دال دی غټې وریجې دي په ضمن کې د وړو مساله ده شامپو ده د دیګ لپاره مساله ده صابون دی واسلین دی د کالو وینځلو صابون دی او شړشم دی او هغلته هم یو بوجۍ وړه دي. د دې تر څنګ دغه یو څه اندازه نغد پیسې دي. دغه خوراکی دغه 2000 افغانی به خاطر که خدا نخواسته اگر اولادت مریض میشه یا نیاز داره به دوا یا کالا یا جمپر هر چیز از این استفاده کنی 2000 و یا مواد خوراکی از هر کسی کس برش میتونه که دعا کنی. شما رو دنیا تنها خو کنه آخر تنها خو کس کتی می کومه که الله تعالی جنته فردوس نصیبش کنه او دنیا شان خو پدر مادر شان خدا بخش خدا شما خیر برکت بده که تایید احمد تشریف آورد کتی می کومه که دی کل تکلیفات انا ما فراموش نکنه خداوند تعالی او دنیا تنها خدا او دنیا تنها کل زار کنه. سلامت باشی. ما ان شاء الله کوشش میکنیم که هر ما بیایم و بیادر من خیر بینه که تایید احمد تکلیفات انا بخش که تایید احمد کومه که دی کل عمر مدد جنمات و دی خدا خاص مکینی خود برتان دست بلند کنه برتان بسیار دوام. سلامت باشی. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که هر ما بیایم. تشکر. خواهش میکنم که مادر ان شاء الله.